دوستانی دارم که همیشه در این موارد میگم بچه‌ها بیکاریم بیاین یه فیلم بسازیم ما. این فیلم حدود سال 1372 یعنی 25 سال پیش ساخته شد. از اولین فیلم هایی است که در این روال ساختیم. 50 سال پیش من شروع به فیلم سازی کردم. در واقع نگاه ما این بود که فیلم یعنی تصویر، بقیهش دیگه همه فرعیاته. اما اینجا ما دیگه حالا وسایل صدا غیره به ما این امکان رو میده که یک ترکیبی از تصویر، موسیقی، کلام یعنی ادبیات و غیره رو با هم شکل بدیم. یعنی در واقع یک کمپوزیسیون باشه، یک ترکیب باشه از هنرهای تجسمی و هنرهایی که به ادبیات مربوط میشن. آکوردئونیست آمد و گفت سلام. گفتم سلام. با او به ایران آمدم و نقاش شدم. با تابلوهایی که شهرم و کودکیم را در خود داشت. پنجره‌ای روشن شد، پنجره‌ای ایرانی، و از آن زندگی را می‌دیدم و مردم را. زیبایی کار هنر به لحظه خلقشه، اون لحظه‌ای که خلق می‌کنه، بعدش سرنوشتش معلوم نیست. یعنی من خودم باور نمی‌کردم مثلا بعد از 25 سال امروز این فیلم اینجا نمایش داده بشه. این یکی از فیلمایی است که یک تکنیک کاملا تازه رو توی سینمای ایران آورد و اون تکنیک استفاده از شیشه ها بود. برای اینکه شما اگر دقت بکنید در اغلب فیلمایی که عکس مطرحه شما عکس بودن ماجرا رو کاملا احساس میکنید. متوجه هستید؟ در اینجا ما از یه تکنیکی استفاده کردیم که من این رو از چک ها یاد گرفتم و اون این بود که طبقات مختلف شیشه رو اونا عمودی میکردن، یعنی از بالا فیلم میگرفتن، ما یه میز درست کردیم و این طبقات رو میچیدیم برای اینکه عکس ها رو میبریدیم و دقیقاً کنارش رو تیره میکردیم که سفیدی نزنه و اون وقت توی بک‌گراندش حالا من فیلم های دیگه هم دارم فضا میساختیم که عکس ها برجسته بشن، زنده بشن، انگار که شما خودتون رفتید اونجا. دوست خیلی خوب میخوام اسم ببرم، آقای زاور موقاسیان که در اصفهان معلم سینما بود و یه دفعه به من گفت گیزلا ما 120 بار این فیلم رو هم خودم دیدم هم به شاگردان نشون دادم و هر دفعه برای من تازگی داشت و دوست داشتم. فکر میکنم اگر اثر هنری رو راسته، خوبه، درسته، همیشه تاثیر خودش رو میذاره. فکر میکنم که خود تصویر و متن یعنی نوشتار، شعر و تصویر در یک در واقع تنش با هم هستن. یعنی نه تنها ما احساس میکنیم که همیشه تصویر و متن مثلا باید مکمل هم باشن، در حالی که میتونن با هم در یک تنشی باشن. توی دوره‌های مختلف کار گیزلا ما دوره‌های مختلف اینی که از ظاهر اول که میاد از اروپا آمده، هنوز اروپاییه، بعد کم کم شروع میکنه صحنه‌های بیرونی رو دیدن. این صحنه‌های بیرونی مثلا لوتی عنتریه. الان دیگه شما لوتی عنتری نمی‌بینید. وقت صحابیه. الان دیگه کسی وقت صحابی نمی‌بینه. پینه دوز کنار خیابونه. پینه دوز کنار خیابونه الان دیگه شما نمی‌بینید. یا خروس فروش مازندرانیه که داره میاد. اینا چیزایی است که توی 50 سال همش گم شده است و این مرحله اوله. بعد مرحله دوم تأثیری که در واقع جنگ و انقلاب و غیره و تمام آشوبی که بود توی یه نفر خارجی میگذاره و بعد همون زمانی که داره خیام بخونه و عاشق ما لعبتکانی و فلک لعبت باز میشه که آدما چگونه ممکنه سرنوشتشون طی این ماجراها به خطر بیفته. بعد کم کم به
آثار تاریخی اینا میرسه، تخت جمشید رو میشناسه غیره، و بعد در نهایت اون چیزی که عاشق بشه که از بهترین دوران کاراش هم هست، این نقاشی‌های پاک شده است. نقاشی‌هایی که روی دیوار هست و پاک بودن همشون. نقاشی‌ها پاک شدن، زمان گذشته، دیوارها ترک خوردن، اما همیشه لال اون ترک دیوار یک گیاه کوچولو آمده بیرون، یعنی زندگی هنوز هست. به حال آقای سینایی فیلم‌های در واقع مستند پورتره‌هایی ساختن درباره نقاشان دیگری، آقای ابراهیم جعفری بودن، فکر می‌کنم که آقای ژازه طباطبایی، آقای زون بله خانم سوی، یعنی به طور کلی چون علاقه‌شون به نقاشی رو از این خلال هم نشون داده. مستند کاری رو که میتونه انجام بده، من بارها گفتم، پاش رو زمینه، یعنی به یک سری واقعیات متکیه، اما سرش میتونه بره بالای ابرها و دیگه اصلا اسمش مستند نیست. من شخصا اگه از من بپرسید فیلمی که شما دوست دارید، مرثیه گم شده یک مستند کامل، مستند، این اصلا مستند نیست. من خودم اینو مستند نمیدونم. خیلی دیگه فیلمایی هم که میسازن، اونها فیلمهایی هستن که مبتنی بر واقعیات موجود سعی میکنن اونقدر که تخیل آدم اجازه میده اوج بگیرن و به یک ساختارهای سینمایی برسن که اون ساختارهای سینمایی به خودی خود وقت برای من جذاب میشه. دو تا جمله میگم تموم میشه. شما در فیلم داستانی اگر داستانتون خوب باشه و اگر بازیگراتون خوب باشن میتونید بیننده رو گول بزنید. یعنی او به ساختار توجه نکنه، ساختار فیلم رو متوجه نباشه آیا منسجم هست یا نیست. در مستند شما داستان یا بازیگری که بتونه ذهن بیننده رو منحرف کنه ندارید. شما باید بدون داستان، بدون بازیگر، از کمپوزیشنی مثل موسیقی برخوردار باشید که بیننده رو نگه داره.